plus, plus ou plus. Comment prononcer plus؟ این لغت رو میبینید چجوری تلفظش میکنید؟ میگید plus یا میگید plus یا میگید plus؟ سلام، به کلاس زبان فرانسوی une baguette s'il vous plaît خوش اومدید. تو این جلسه میخوایم یاد بگیریم چجوری بدونیم بعد بگیم plus یا plus یا plus. اگر فرانسوی رو تازه شروع کردید این یه قانون رو بدونید کافیه. اگر جملتون منفیه بگید plus، در بقیه موارد بگید plus. البته این قانون کاملا درست نیستش ولی کارتون رو راه میندازه و معمولا بقیه چیزا رو میشه فهمید از جملتون. پس موقع که منفیه بگید plus، بقیه موارد بگید plus. با موردهای شروع کنیم که باید اس رو تلفظش کنیم. بعد بگیم plus. خب گوش بدید plus. تو چه مواقعی باید این اس رو تلفظش کنیم؟ توی مواقعی که جمله‌مون جمله مثبت باشه، میخوایم یه چیزی رو بگیم درسته، تأکید کنیم و جمله‌مون مثبته. یه مثال براتون بزنم. Ils veulent plus de temps pour finir leur travail. Ils veulent plus de temps pour finir leur travail. یعنی آنها بیشتر وقت میخوان، وقت بیشتری میخوان که کارشون رو تموم کنن. این اولین موقعیه که باید پلوس بگید. دومین قانونمون چیه؟ موقع جمع کردن دو عدد 9 plus 11 égale 20. 9 plus 11 égale 20. پس گفتیم 9 plus 11. پس اس رو تلفظش کردیم. وقتی داریم دو چیز رو با هم مقایسه میکنیم dans une phrase de comparaison on prononce le S. اس رو تلفظش میکنیم. مثلا میتونیم بگیم ma fille mange plus que mon fils. Ma fille mange plus que mon fils. یعنی دخترم از پسرم غذا بیشتر میخوره. یا elle a plus d'exercices de mathématiques que sa copine. Elle a plus d'exercices de mathématiques que sa copine. یعنی اینی که تمرینات ریاضی بیشتر از دوستش داره. پس شد des phrases de comparaison. اس رو تلفظ میکنیم. حالا در چه مواردی plus میگیم و اس رو تلفظ نمی کنیم دیگه؟ توی جمله منفی به جای که بگیم plus میگیم plus. Je ne veux plus entendre cette chanson. Je ne veux plus entendre cette chanson. یعنی دیگه نمیخوام این شعر رو بشنوم، این آهنگ رو گوش بدم. Je ne t'aime plus. جمله که شاید به درد بخوره. Je ne t'aime plus. من دیگه دوست ندارم. ممکنه جواب بدن بهتون Je ne t'aime plus non plus. Je ne t'aime non plus. منم دوست ندارم. Je ne t'aime non plus. خیلی موقع‌ها فرانسوی‌ها نه رو نمیگن توی جمله‌های منفیشون. به خاطر اینه بعضی موقع سخته اگر شما بگید پلوس به جای پلو اگه میخواین جملتون منفی باشه. مثلا اگه بگید je t'aime plus یعنی من دوستت ندارم، ولی اگه بگی je t'aime plus یعنی من بیشتر دوستت دارم. پس اگر نه رو نمیگید حواستون باید باشه حتما پلو بگید، برای که اگه بگید پلوس میشه بیشتر، اگه بگید پلو میشه کمتر. پس اگه میخواین درست متوجه بشه طرف که je ne t'aime plus یعنی je ne t'aime plus حتما بگید نه، برای که اگه بگید je t'aime plus میگه je vais me marier avec toi.
شما نمیخواین. یه مورد یک کمی سخت‌تر. تو چه مواردی اس رو تلفظ نمی کنیم؟ توی مواردی که پلوس بیاد قبل از ان adjective که با کنسون یا با اش شروع بشه. کمی سخت شد ولی بهتون یه مثال میزنم، اینو یاد بگیرید کافیه. اگه بگید le ciel est plus clair. Le ciel est plus clair. ما میخوایم بگیم بیشتره ولی چون clair یه adjective روشنه، adjective، پس میگیم plus clair، نمیگیم plus clair. اگه بگید plus clair مردم میفهمن منظورتون چیه ولی تلفظش اشتباهه. Le ciel est plus clair. حالا اگر adjectiveمون با اش، یه مثالم اینجوری بهتون بگم. Les murs sont plus hauts dans cette pièce. Les murs sont plus hauts dans cette pièce. یعنی دیوارا اینجا بلندترن در این اتاق. یعنی منظورمون بیشتره ولی اس رو تلفظ نمی کنیم. همین قانون در مورد ادوربام هستش. اگر پلوس بیاد قبل از یه ادورب که با کنسون شروع بشه یا با یه اش، به جایی که بگیم پلوس بعد اسش رو ورداریم و بگیم پلو. مثلا il parle plus calmement maintenant. Il parle plus calmement maintenant. یعنی آرومتره، یعنی که انگار بیشتر آرومه ولی اسش رو تلفظ نمی کنیم. یه مثال دیگه. Le livre est plus haut. Le livre est plus haut. اینجا plus اس رو تلفظ نمی کنیم و میگیم او. رسیدیم حالا به موقعی که باید بگیم پلوز. که موقعی میگیم پلوز؟ موقعی که میخوایم یه لیزون انجام بدیم. یه مثال. Ce film est plus intéressant. Ce film est plus intéressant. Ce film est plus intéressant. plus intéressant. تکرار کنید. Ce film est plus intéressant. یه مثال دیگه. Il a l'air plus intelligent. Il a l'air plus intelligent. یعنی این که بهش میاد باهوشتر باشه. فقط بهش میاد. Il a l'air. Il porte des lunettes. Il a l'air plus intelligent. یعنی این که عینک داره بهش میاد باهوشتر باشه. اگر هنوز آبونه نشدید به این کانال حتما دکمه ابونتوا رو بزنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومده تا اینجا یه لایک هم کنید که شاید یوتیوب به کسای دیگه هم این ویدیو رو پیشنهاد بده. Pour que plus de monde regarde cette vidéo. براتون زیر یه جمله میذارم. جمله رو بخونید، حدس بزنید. باید بگید پلوس، بعد بگید پلو، یا باید بگید پلوز. اگه بخواین حرف بزنید. برای که تو نوشتن پلوس می نویسید با اس و جملتون درسته. ولی موقع که میخواین حرف بزنید چجوری تلفظش میکنید؟ برای پیشرفتتون یه ویدیوی دیگه اینجا میذارم در مورد سه که باید با اس بنویسیدش یا با سه. برید این ویدیو رو هم نگاه کنید و تا جلسه بعد portez-vous bien, à bientôt et n'oubliez pas une baguette s'il vous plaît.